یک نفر 50 سال از نماز غلط میخونه. من زیاد وقت تقاضا میکنم از علما امی در یک جایی که میشینن حداقل همین نماز سر مردم تیر بکنن. من بسیاری کسایی را خصوصا ریش سفیدایی را که زیاد دوست داشته باشم برش محبت دارم، برش میگم که تو همین نماز تو خیلی دفعه تیر کن. یک نفر ریش سفید تقریبا 1 ماه پیش قل اعوذ برب الناس خوان، یعنی باور بکنین سنش شاید 60 ساله بوده باشه و دوست من هست، بسیار دوستش دارم. این از دوستی بس پیشش برش گفتیم در نماز چی را میخوانی؟ قل اعوذ برب الناس. 60 سال یا 60 سال است، تقریبا 55 سال یا 50 سال نماز خوانده. در 50 سال رکعت اولش قل والله احد میخوانه، در دومش قل اعوذ برب الناس و در 50 سال من الجنة و الناس خوانده. برش گفتم شما قل اعوذ برب الناس همین قسم میخوانی؟ گفت بله من الجنة و الناس. وقتی این من الجنة و الناس میخوانه ببینین اونجا میگه قل اعوذ برب الناس، بگو که من پناه میبرم بر رب مردم، ملک الناس مالک مردم، اله الناس معبود مردم، من شر الوسواس الخناس از شر وسوسه های شیطان خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، او شیطانی که وسوسه میکنه در سینه های مردم، من الجنة از شیطان های جنی و الناس و از شیطان های انسانی. یعنی دو قسم شیطان هست، یک قسم شیطان های انسانی هست و یک قسم شیطان های جنی هست. امی رئیس های تلویزیون ها، امی خواننده ها، امی سازنده ها، امی تبلچی ها، امی رقاصه ها، یا کلش شیطان های انسانی هستن و دیگه ابلیس و لشکرش که هست جن ها هستن یا شیطان های جنی هستن. اینال این شخصی که خوانده من الجنة، سکن در زبان عربی به یک زبر و به یک زیر معنا بسیار تغییر میکنه. اینالی 60 سال گفته که من پناه میبرم به الله از شر خناسی که او باغ هاست. جنت چی را میگه؟ باغ ها. ایواز من الجنة من الجنة، یعنی 50 سال در نماز خود از باغ ها پناه برده. اینالی شما از علمای بزرگتان پرسان کنید که یک نفره این قسم نماز میخونه آیا نمازش درست است؟ به خاطر ازی که ای در طول عمر خود یک روز غرور خود نشانده که پیش یک حافظ قرآن، پیش یک عالم بشینه و حداقل بگه مولوی صاحب همین نماز من یک دفعه گوش بگی، چی مشکل داره؟ هیچ مشکل نداره. یعنی اگه انسان اخلاص و تقوا داشته باشه پیش یک کس میشینه برش میگه قاری صاحب همین سورای نماز من یک دفعه گوش بگی.